سلام عرض می‌کنم خدمت شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بیایم ببینیم که با در واقع پارتیکل ها و تلفیقش با اتریبیوت ها چجوری میتونیم یه پروژه با هم دیگه انجام بدیم. چیزی که هم به ذهنم رسید اینی که در واقع بیایم این لایت پورتال در واقع دکتر استرنج رو با هم دیگه کار بکنیم که در واقع فکر میکنم که همه دیدیدش فیلم رو و با پارتیکل ها توی هودینی میتونیم به راحتی انجامش بدیم. البته حالا به نظر من به راحتی انجامش بدیم. خب یه همچین چیزی چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ میایم شروع میکنیم، میایم توی هودینی، میایم توی نتورک، دنبال در واقع یه دونه جیو میگردیم، میایم داخلش، میایم اینجا دنبال در واقع یه دونه سرکل میگردیم، پریمیتیو تایپش در واقع روی پلیگون بشه. اینجا اگه نگاه بندازیم در واقع این آبجکت دیویژنش 12 تاست، یعنی 12 تا پوینت داره که اینجا هم توی اینفوش میتونیم ببینیم 12 تا پوینت داره. تو صفحه بعدی یه دونه نود اند میاریم اینجوری. نود اند رو توی کلوز در واقع یو میام میگم که unroll with new points برای اینکه در واقع این آبجکت کلوزمون رو یک اوپن کرو بهمون بده. خب توی صفحه بعدی میام یه دونه نود ریسمپل میسازم. با نود ریسمپل تعداد پوینت ها رو میتونیم کمتر کنیم یا بیشتر کنیم که حالا اینجا میخوایم بیشتر کنیم. منتها نکته اینجاست که الان در واقع این لبای تیز رو برطرف کنیم. میام توی نود ریسمپل، میام اینجا در واقع تریت پالیگون از رو میذارم روی سابدیویژن کرو به این صورت کرو بشه. بعد میام اینجا ماکسیمم سگمنت لنگث رو خاموش میکنم و ماکسیمم سگمنتس رو تیکشو میزنم که دستی خودم میتونم تعداد پوینت رو مشخص کنم. مثلا میگم 60 پوینت یا حالا 70 تا. بعد ببینیم حالا چجوری این در واقع کروش تکمیل میشه. منتها بعد از ریسمپل اینجا رو اگه نگاه بندازید چون که این نود اندز اومد این رو در واقع اوپنش کرد، من باید اینو کلوز بکنم. ساده میام از یه دونه نود فیوز استفاده میکنم، یه دونه نود فیوز میذارمش قبل از ریسمپل، میبینید نتیجهش رو به این صورت در واقع این رو کلوز میکنم. خب این تا اینجا. بعد که این کار رو انجام دادیم من باید برای در واقع این اوپن کروم یه دونه وی بسازم، یعنی یه دونه اتریبیوت ولاسیتی بسازم. اتریبیوت ولاسیتی ما در واقع تریفلوته یا وکتوره، جفتش تقریبا یکسانه، یه جاهایی با هم یه تفاوتایی داره ولی اینجا تریفلوت و وکتور یکسان در واقع. خب من میام یه دونه در واقع نود اورینتیشن الانگ کرو میسازم به این صورت. این نود به ما حالا خیلی کار زیادی انجام میده ولی یکی از کارهایی که واسه اینجا انجام میده اینه که اینجا واسه اون دو تا اتریبیوت میسازه برای مقدار وای اکسیس و تنجنت زی اکسیس. اینجا اگه نگاه بندازیم من بیام توی این فوش میبینیم اینجا دونه ان ساخته که نورمال های منه، یه دونه هم در واقع اتریبیوت آپ ساخته که میبینید جفتش تریفلوته، پس اکسیسش مثل در واقع وکتوره، یعنی مثل اتریبیوت وی که وکتوره. من اگه ان این رو ببینم یه همچین چیزی بهم میده، یعنی در مسیر در واقع چرخش سرکل من داره اتریبیوت. خب من اینو خاموشش میکنم، میام توی در واقع وای اکسیس خاموشش میکنم، توی تنجنت زی اکسیس این رو میگم در واقع وی باشه، اتریبیوت ولاسیتی. یعنی اگه یک بار دیگه نبینیمش به این صورت داریمش. خب این تا اینجا. حالا من باید کاری که انجام بدم اگه به رفرنس نگاه بندازیم، رفرنس اگر میخوام مقایسه بکنم بذارید من اکتیو بکنم با این رفرنس در واقع به این سمته، میبینید وکتورها به این سمتن، این برعکس. من خیلی ساده میتونم بیام بعد از سرکل یه دونه نود در واقع
ریورس بسازم اینجوری برعکسش میکنم. خب این استپ اول. بعد اگه نگاه بندازید اینا، این بردارهای من، وکتورهای من کاملا اینجوری مثل این اوریب نیستن، ممکنه که یه مقداری صاف هم باشن. خب چیکار میکنم؟ در واقع اورینت الان کرو، یعنی این نود اورینتیشن الان کرو، اسم اینو عوض میکنم. مثلا اسم اینو میذارم اوتر در واقع بیگ. یه دونه نود اتریبیوت اکسپرشن هم میارم. خب یه دونه هم به این متصل میکنم اینجوری. بعد میام در واقع اتریبیوت کلاسش رو میذارم روی پوینتس و اتریبیوتش رو میذارم روی ولاسیتی. خب بعد میام توی در واقع این اتریبیوت های بیلتین خود در واقع ساید افکتس که خودش در واقع برامون قرار داده، میام میگم که اسفریفای اند بکن. خب یه همچین چیزی بهمون میده. یعنی من اگر الان اینو ببینم، اینو هم بیام در واقع اینجا اوتر اینم ببینم یعنی یه دونه اوتر این رو دارم و این. خب من باید این دوتا رو هم تلفیقش بکنم، یعنی باید یک فضای اینترپولیشن بینش رو به دست بیارم. خب چجوری این کار رو انجام میدم؟ ساده. من میام اتریبیوت اکسپرشن رو انتخاب میکنم، میام تو جنریت کد، میام جنریت یه همچین کدی من میده، یه کد در واقع ویکس داره من میده. خب اینا کنترل سی کنترل وی وایو نگه میدارم، با این قیچیه ارتباطش رو دیسکانکت میکنم. میام یه دونه اتریبیوت رنگل میسازم، اینو میذارم بعدش به این متصلش میکنم. میام اینجا به این صورت میام اینجا پیستش میکنم. خب اینجا یه دونه پس بزرگشو داشتم، اینو کپی میکنم، میام اینجا در واقع میام توی این در واقع اتریبیوتی که مشخص کرده اسم این جایگزین میکنم با یه اسم متفاوت. به این صورت با یه اسم متفاوت اینجوری اینا جایگزین میکنم اینجوری. این بیگ بود، این در واقع اسمش رو میگیم اسمال، این رو هم اسمش رو میگیم اسمال. خب به این صورت. پس من الان اینجا یه دونه اوتر بیگ دارم، یه دونه اوتر اسمال دارم. حالا باید فضای اینترپولیشن بین این دوتا رو به دست بیارم. من میتونم با دوباره یه دونه وکس رنگل این کار رو انجام بدم، یک در واقع دو سه خط کد دستی بنویسم. میتونم نه از در واقع اتریبیوت واپ استفاده بکنم که در واقع همون وکس ویژواله. خب چجوری؟ حالا فعلا که ما خیلی در مورد وکس صحبت نکردیم، از در واقع اتریبیوت واپ به صورت وکس ویژوال استفاده میکنیم. من میگم اتریبیوت واپ، یه دونه اتریبیوت واپ میسازم به این صورت، اسم این را کپی میکنم، میام داخلش. عرض به حضورتون که میام اینجا یه دونه نود بایند میارم به این صورت، پیست. خب ما اگه اینجا نگاه بندازیم این اتریبیوت بیگ من تریفلوت دیگه، پس تایپ اتریبیوت منم باید حتی میشه تریفلوت. ببینید داخل هم نوشته وکتور. از این دونه کپی میگیرم، برمیگردم، میام اینجا در واقع همین رو این اوتر اسمالم کپی میکنم، میام داخلش، اینم میشه اوتر اسمالم. خب اینو یه رنگی هم واسش در نظر بگیریم که مشخص باشه، مثلا اسمش میگیم اینترپولیت اتریبیوت. خب تبل اتریبیوتس به این صورت میام داخلش یه دونه نود میکس میارم،
اینجوری، اینو میگم اینجوری، این برای بایسش که فضای در واقع اینترپولیت بینش رو میتونه مثلا به دست بیاره، میام رو تکست بایس میگم که در واقع پروموت پارامترز، یعنی اگه من برگردم اینجا من یه همچین پارامتر توی ساب لول رو بهم میده، اینجا توی وکس بیلدر، اینجا توی در واقع ساب لول. من میخوام توی ساب لول داشته باشم چون ممکنه که بعدا میخوام انیمیتش کنم. بعد میام اینجا این رو انتخابش میکنم، اسم این رو تغییر میدم اینترپولیشن که یه پارامتر خیلی مشخص بهمون بده. بعد میام داخل این در واقع مقدار بلند و میگم مقدار وی باشه، اتریبیوت وی، که به این صورت اینجا اگه نگاه بندازید نمیدید اتریبیوت وی من از اینجا هایلایت، که من اینجوری بتونم این رو فضای اینترپولیشن بین این رو کنترل بکنم. حالا ممکنه که بعد نمیخوام حتی انیمیتش هم بکنم. اینو میذارم یه چیزی بین این دوتا، نه خیلی اینجوری صاف نه خیلی اینجوری کرف، یه همچین فضایی. خب این هم یه خورده در واقع هاوسکیپینگ میکنم براش. بعد میام یه دونه پاپ نتورک میسازم به این صورت اینجوری. میام داخل در واقع پاپ نتورکم. توی پاپ نتورکم یه خورده اسپیسینگ خوب واسش در نظر بگیریم چون ممکنه که این وسط نودهایی بخوایم اضافه بکنیم. سورس هم انتخاب میکنم، گایدم رو برمیدارم. اگه من الان پلی انجام بدم میبینید شبیه اون داره اتفاق میفته، یعنی چیزی که اینجا وجود داره. خب حالا اگر رفرنس رو بخوایم به عنوان خود فیلم در نظر بگیریم، سرعت در واقع پارتیکل هایی که توی لایت پورتال دکتر استرنج بود سرعتش زیاده، یعنی خیلی تو تایم کوتاه دارن مقدار زیادی جنریت میشن. من اینجا تایم اسکیل هم رو میگم 3، یعنی اگه میگم تو فریم اول میبینید سریعتر در واقع جنریت میشه. منتهای استپینگ این وسط داره اتفاق میفته، یعنی در واقع بین فریم 0 تا 1 تا 2 تا 3 داره یک استپینگی ایجاد میکنه. خب خیلی جالب نیست دیگه، این نباید ویزیبل باشه برای چشم مخاطب. کاری که انجام میدم میام در واقع سورس فرست هم، یعنی در واقع پاپ سورس هم انتخاب میکنم، میام توی اتریبیوت میام اینجا اینیشیال ولاسیتیم رو میگم که در واقع اد تو اینهریتد ولاسیتی باشه. مقدار وریانسش رو یه خورده کمتر میکنم چون الان مقدارش یک یعنی یک x یک y و یک z. بیام تو فریم اول پلی بکنم استپینگ هم برطرف میشه، ولی میبینید خیلی داره وی رو کاستمایز زیادی میکنه، باید یک مقدار کوچولی باشه. وریانس و اینا رو میام ریلیتیو میکنم با هم دیگه به این صورت، مثلا یه همچین چیزی. حالا ممکنه که کمتر هم باشه، حتی میبینید این الان خیلی منطقی تره، این حتی کوچیکتر. میان تو فریم اول مجدد پلی میکنم. آره خب مقدار در واقع به پارتیکلامو توی برس الان 5000 تا جنریت میشه، مثلا میگم 30000 تا. حالا اینکه این مقدار چقدر باشه طبیعتا توی رفرنس اگه نگاه بندازید تعداد پارتیکلایی که اینجا داره جنریت میشن خب خیلی زیاده. این کاملا به کامپیوتر شما بستگی داره. اگه کامپیوتر خوبی دارید میتونید تعداد پارتیکل رو ببرید بالا. به کامپیوتر معمولی هم دارید باید حواستون باشه که منیجمنت رو انجام بدید چون احتیاج به سی پی یو خوبی داره برای در واقع جنریت کردن پارتیکل اون. خب من تو فریم اول یه بار دیگه پلی میکنم، خیلی باحال. منتها اگر الان دوباره اینجا نگاه بندازیم خب این لایت پورتاله انقدر گسترش پیدا نمیکنه، یعنی میبینید خیلی کوچیک‌تره، اینا خیلی تعدادشون زیاده، یعنی لایف این پارتیکل خیلی زیاده. من باید لایفشون رو کم بکنم. میام انتخابش میکنم پاپ سورس هم، میام توی برس اینجا لایف اکسپکتنسی رو که بر اساس در واقع ثانیه داره کار میکنه، مثلا میگم 1 ثانیه. توی 1 ثانیه یعنی از بین برن پارتیکل من، میبینید توی 1 ثانیه از بین برن. ضمن اینکه اینجا اگه نگاه بندازیم در واقع من FPS هم روی 24، یعنی هر 24 فریم برای من 1 ثانیه است، یعنی توی 24 فریم پارتیکل ها استاپ میشن دیگه، بعد از اون دیگه جنریت نمیشن. خب
بعد تکس لایف اکسپکتنسی رو اینجوری میگیرم میکشم برای لایف وریانس. خب اینو مثلا میگم تقسیم بر 3، یعنی وریشن برش به وجود بیاد. فضای اینم در واقع به این صورت میبینید کوتاه‌تر شد و وریشن هم توی لایفش داره وجود میاد. این حتی مثلا میتونم مثلا باشه چه کنیم، این هم بگم 6 که وریشن بیشتری برش به وجود بیاد. به این صورت حتی این میتونی خود سرعتش هم بیشتر بشه، مثلا اینجوری 4 بالاتر شد. حالا یه مقداری اسپینگ هم اینجا وجود داره که میبینید الان اینجا یه خطی وجود، یه اسپی وجود داره که مهم نیست. من ساده اینو میتونم فیکسش بکنم، بیام پاپ سالور انتخاب بکنم، بیام اینجا مینیمم ساب استپ و ماکسیمم ساب استپش رو برم بالا، مثلا بگم 2 به 2، میبینید اوضاع خیلی بهتر شد ولی اصلا ملموس نیست. حالا بعدن که جلوتر میریم میبینید که اصلا ملموس نیست. خب دوباره برمیگم به رفرنس. من باید یه دونه سطح زمینم داشته باشم طبیعتا، چون باید یک کالیژن داشته باشه که به سطحی برخورد کنم. میام در واقع میگم یه دونه گراوند پلین، یه دونه نود مرجع میسازم به این صورت، نسبتش میدم و در واقع وایرش میکنم. میام مرجم انتخاب میکنم، میام میگم که میوچال باشه. میخوام در واقع این گراوند پلین نبینم، انتخابش میکنم، میام میگم که دیسپلی پراکسی جیومتری بردار که دیده نشه. میام تو فریم اول و مجدد. خب این اتفاق داره پیش میاد، یه خطی هم زیر داره میبینی که حالا اصلا مهم نیست، فیکسش میکنم. اما توی استپ اول اینجا توی رفرنس اگه نگاه بندازید این پارتیکل میخورن زمین، اینجوری باونس نمیکنن. من میتونم اینو فیکسش بکنم، بیام توی فیزیکال، توی در واقع گراوند پلینم مقدار در واقع باونس هم خیلی کم بکنم، ولی صفرش نکنم ولی یه مقدار خیلی خیلی کم. به این صورت میبینید دقیقا همون اتفاق پیش میاد. برمیگردم عقب، میام پاپ نت رو انتخاب میکنم، استریکس رو برمیدارم، میگم که فقط پاپ ابجکت رو من خروجی بده. بعد این زیرش رو باید از بین ببرم، یعنی باید ورش دارم. ساده ترین راه اینه که از یه دونه نود دیلیت استفاده کنم. به این صورت بیام توی دیلیت انتیتی رو بذارم روی در واقع پوینتس که روی پوینت ها کار بکنه. بیام توی باوندینگ آبجکت چک مارکش رو بزنم، بیام در نمای روبرو به این صورت اینو یه خورده بزرگترش بکنم، اینم از این ور یه خورده بزرگتر بکنم، یه خورده بیام پایین، یعنی در واقع این کنترل زد بزنم، این میاد پایین، تقریبا میشه -0.5. یه مقدارم از اینجا بزرگترش بکنم برای اینکه خیالم راحت بشه. خب یه خوردم از این بزرگتر به این صورت اینجوریه. نگر من الان بیام یه دونه نود 0 هم بیارم، اینو میگم در واقع سی، یه رنگ و شکلش هم عوض میکنم، شکلش هم عوض بکنم، اینجا بگم یه همچین اتفاقی. خب مثلا اسم اینو بذارم empty که توش هیچ اتفاقی نمیافته. خب این تا اینجا، اینو بذارم این ور. حالا من کاری که میخوام انجام بدم اینه که در واقع تریلاشو اسپارکاشو وجود داره. میبینید اینا یک اسپارکی دارن دیگه. کاری که انجام میدم میام دنبال اسپارک میکردم، اینجا شاید خیلی توی رکورد مشخص نباشه ولی اسپارک تریل 2 تا نود براتون میسازه. خروجی در واقع این امتیه رو میدم به تایم بلند و یه دونه ریتایم، در واقع یه ترکیب دونه ریتایمه و پارتی تریله. به این صورت میبینید میام تو فریم اول
و پلی میکنم. خیلی باحال. منتها یه نکته که وجود داره اینجا، اگه نگاه بندازید این لبه ها انگار که هم شدتشون بیشتره، همین که اینجاها انگار که یه رندومنسی توی سایز اسپارکاشون وجود داره. خب خیلی ساده من میتونم در واقع این رو بسازم. چیکار میکنم؟ میام اینجا یه دونه نود کالر میارم، دیلیت رو به کالر متصل میکنم، کالر رو انتخاب میکنم و توی در واقع اینجا کالر تایپ هم این رو میذارم روی رمپ فرام اتریبیوت. اتریبیوت چی رو میخوام اینجا؟ اتریبیوت ایج احتیاج دارم. اتریبیوت ایج من در واقع عمر پارتیکل من. عمر که نمیشه در واقع گفت، سن حالا فارسی خیلی ملموسی نمیشه برش گفت، ولی از موقعی که یک پارتیکلی در واقع زاده میشه بگم اینجوری تا موقعی که به یه مسیر میرسه و فید میشه و از بین میره، این میشه در واقع ایج من. مثلا تصور بکنید یه آدمی 1 سالشه تا فاصله یه مثلا 20 سالگیش، این فاصله رو بهش میگیم ایج. با لایف متفاوت. خب من اینجا میام یه خورده اینو محدود میکنم اینجوری، من یه دی رو بزنم و بیام اینجا بگم این لایت باشه برای اینکه بهتر دیده بشه. به این صورت این رو هم یه خورده کوچیک‌ترش کنم، یه همچین چیزی. بعد بیام دوباره از نود دیلیت استفاده بکنم، اینم بذارم اینور از نود دیلیت. خب دوباره انتیتیم رو میذارم روی پوینتس و اینجا دیلیت بای پترن رو میذارم روی دیلیت بای اکسپرشن. یه اکسپرشن کوچیک براش می‌نویسم، چیزی اصلا پیچیده نداره. میام میگم اد سی دی. چرا اد سی دی؟ چون نود کالر اینجا برامون یه نوع اتریبیوت سی دی ساخته. خب میام اینجا میگم اد سی دی مساویه یه همچین چیزی، اتریبیوت سی دی یه همچین چیزی. اینجا داره میگه not found. به این صورت من چون هایلایتش نکرده بودم در واقع به این صورت. خب من میام اینجا دی رو میزنم، برگردم میام میگم دارک، یه دونه اتریبیوت دیلیت میارم برای اینکه مشخص بشه در واقع دارم چی کار میکنم. خروجی این به این. اینجا میگم که اتریبیوت سی دی رو بسن دیلیت بکن، دیگه نمیخوامش. خروجی اینو در واقع به همون اسپارکی که اینجا داشتیم متصل میکنم به این صورت. خب اینجوری. خب فعلا هم با این امتیه کار ندارم. امتیه رو هم میتونم مثلا بذارم اینجا برای اینکه ارگانایز بیشتری داشته یا بذارمش اینجا. صرفا این نود هیچ کاری انجام نمیده، صرفا در واقع دارم جدا سازی میکنم از بقیه نتورک. خب بعد که این کار رو انجام دادم یه کپی میگیرم. بهتره که این رو بیام اینجا براش یه دونه نتورک باکس درست بکنم. مثلا اینو بگم که اینر برای اینم در واقع میشه این پارتیکل اوتر من. اینم بگم که در واقع اوتر اس گذاریه رو همیشه انجام میدیم که قراقاتی نشه با هم دیگه. مثلا یه همچین رنگی، اینا یه همچین رنگی. خب حالا من این نود دیلیتی که اینجا داشتم رو کافیه که فقط اینجا بگم در واقع نان سلکتد، یعنی این برای داخلش هم بیرونش. خب دوباره یه نود مرج میارم که خروجی اینا رو ببینم به این صورت. میبینید حالا این اوتره یه مقداری تویکش میکنم. مثلا میتونم بیام اینجا توی کالر، اینجا میبینید این خط اینجاش رو با کالر حذف میکنم. اینم مثلا میتونم بگم 6 یا حتی کوچیک‌تر. آره خب بعد چیکار میکنم؟ در واقع میام اینجا توی اسپورت تریلم، میام توی شیپ
اینجا توی لینکس اندم میبینید لینکس انده باعث میشه که اینا در واقع کوچیک‌تر بشه. من میخوام یه وریشن ایجاد بکنم، میگم set uniform نه set varying. خب یه وریشن داره وجود میاره، حالا یه دونه سید هم داره، یا نه اصلا میتونم یه کار بالاتر رو انجام بدم، بیام اینجا کلیک بکنم روی این، یه دونه برای من در واقع اتریبیوت adjust float داره میسازه، بعد با اینا کنترلش بکنم اینجوری. به این صورت یه دونه رمپ هم حتی داریم، با رمپه اینجوری میتونم در واقع اینا رو وریشنش رو کمتر و بیشتر بکنم. یه کوچولو به نظرم این طولش بیشتر بشه بالاتر میشه. دوباره یه گپ کوچولو اینجا داریم خیلی ساده، میام در واقع کالا رو انتخاب میکنم، میگم مثلا 4، یه مقدارم با اینا بازی میکنم که این گپ از بین بره. آره خب حالا میبینید نتیجه باحال اینجوری داریم. حتی هم میتونم باز رو برگردم اسلایش بکنم دیگه، دوباره برگردم اینجا یه خورده حتی کوچیک‌تر بشه. ممکن که در واقع با شیپ این حال نکنید. من بذارید اینو یه سیوش بکنم، بیام اینجا اسم این رو من قبلا اینو ساختم، یه ورژن جدید ازش میسازیم. خب ممکن که با شیپ این در واقع اصلا حال نکن، یعنی با این اسفیره اینقدر تمیز و مرتب حال نکن. خیلی ساده. برمیگردم توی بالاترین لول. خوب یهودینی اینه که در واقع پروسیجورال دیگه، یعنی شما وقتی به این نتیجه میرسید میتونید برگرد عقب یه ادیتی انجام بدید، اتومات کل نتورکتون آپدیت میشه، اصلا احتیاج نداره خودتون دوباره بشید همه چیز رو دستی تنظیم بکنید. من میام اینجا بعد از ریسمپل اینا رو یه خورده فضای بیشتر در نظر بگیرم. بعد از ریسمپل یه دونه نود در واقع ماونتین میارم، به این صورت میام نود ماونتنم این همچین چیزیه، یعنی یک نویزی برای در واقع اتریبیوت پی داره به وجود میاره که واسه ایویج آبجکت هم میشه. میام اینجا نویز الانگ وکتور رو برمیدارم، منتها نویزی که ببین الان اینجا اگه نگاه بندازید نویز رو تو محور زد هم محور عمق من دیگه محور زد اینجا هم داره وجود میاره. من میام نویز الان وکتور رو برمیدارم، زی هم برمیدارم، محور زی هم برمیدارم، یه کوچولو اینا واسش نویز رو وجود میارم. خب بعد اینجا انیمیشنش هم چک مارکشون میزنم که خودش اینجوری انیمیت بسازه. حالا اگه پلی انجام بدیم میبینید داره این کار رو انجام میده، ولی یه خورده این لواش جیتریه به خاطر اینکه رافنس داره توش. من میام توی فرکتال، میام اینجا در واقع رافنسش رو میبندم که اینجوری باشه. خب حالا من اگر دوباره برم توی پاپ نتم مجدد پلی انجام بدم میبینید این رو هم من دارم. خیلی باحال، یعنی خیلی داره نزدیک و نزدیکتر میشه به چیزی که اینجا هست. حالا ممکنه که مثلا از نویز خوشتون نیاد یا حتی از پترنش خوشتون نیاد که اینجا خیلی ساده نویز تایپش رو که برای پترنش میتونید عوض بکنید، یا اینکه حتی المنت سایزش رو کوچیک‌تر یا بزرگتر بکنید، باز بستگی به خودتون و نیازتون داره. من مثلا این به نظرم خیلی بزرگ بود، خیلی حرکتی زیاد بود، این به نظرم منطقی تره. میگم اون رفرنس فیلم اگه بذارید به عنوان در واقع مقیاستون، اون شاغلتون در واقع اون میتونه حالا رفرنستون باشه یا اصلا یه چیز دیگه. حالا برای خب این رو کلش رو بیاریم یه خورده پایین تر، یعنی اینقدر در مرکز نباشه. یه دونه نود ترانسفورم میارم، نود ترانسفورم فرام سنتروید که اینجا توی پیوتش یک اکسپرشنی داره که سنتر میکنه در واقع اینپوت این نود رو. اسم این رو مثلا میذارم آپ موومنت، یه همچین چیزی.
اینتر رو میزنم یه خورده میارنش بالاتر اینجوری. به این صورت حتی میتونه یه خورده بالاتر باشه. خب نه اگه الان بیام تو فریم اول اوت این رو ببینم یه همچین اتفاقی. خب حالا نکته اینجاست که اگر باز دوباره بخوایم این فیلم رو مد نظر بذاریم، توی فیلم یه جایی از مرکزیت این لایت پورتال یهویی به وجود میاد، یعنی یهویی رشد میکنه و دکتر استرنج حالا یه داخلش میره یا بیرونش چه اتفاقات میفته. خب اینم میتونیم بسازیم خیلی ساده. همین اینجا در واقع باید یه انیمیشن بسازیم. دوباره میام از یه دونه نود ترانسفورم فرام سنتروید استفاده میکنم، میذارمش در واقع قبل از این موومنت اینجا که این در واقع این هم یه اسم میکنیم که قراقاتی نشه. میذارمش قبل از این آپ ترانسفورمه، چون این نود اتومات خودش سنتر میکنه هر اینپوتی که داشته باشه. خب من میام تو فریم اول اینو برمیدارم. به عنوان مثال میام توی 4 تا فریم 1 2 3 4 تا فریم 4 آلت نگه میدم، یک فریم برمیدارم تو فریم 1 نه چیزی یهویی بزرگ میشه. اگه نگاه کرده باشید فیلم ها یهویی این بزرگ میشه. میتونم بیام در واقع وی رو بزنم و این رو در واقع کروش هم ادیت بکنم اینجوری، یعنی اگر نگاه بندازید یهویی بزرگ میشه. توی فیلم دقیقا همچین اتفاقی میفته. بعد اگر من الان دوباره وی اینو ببینم یهویی. اما نکته اینجاست که خب این الان یه اشتباهی که وجود داره، این الان وقتی اسکیلش تو صفره بازم وی این یکه، موقعی که بزرگ میشه به این صورت بازم وی این یعنی همون اتریبیوت ولاسیتی هم بازم یک. من باید اینم یه انیمیت بسازم براش. چجوری؟ ساده. یه دونه رنگل میارم، یه دونه در واقع اتریبیوت رنگل میارم، یه خط واسش کد می‌نویسم، میگم وی ات وی، یعنی در واقع معنی وکتور ات وی، اتریبیوت وی در واقع میگم ضرب در مساویه CHF چنل فلوت، بعد پرانتز باز و بسته و میام این داخلش مینویسم که در واقع V یه اسم صرفا میگم که مالتی و یه سمیکالن واسش مینویسم به این صورت اینجوری. اینم یه رنگ واسش در نظر بگیریم، مثلا هر چیزی اسم این رو میذارم انیمیت وی به این صورت. خب الان وی من از بین رفت. چرا؟ چون الان من اسلایدرم وی مالتیم، یعنی وی مالتیپلیکیشن من الان روی صفره. یعنی اگه من اینو بگم اینجوری یا مثلا حتی بگم 10 برابر دارم میکنم اتریبیوت وی که قبلا وجود داشت، چون اگه خاطرتون باشه اتریبیوت وی ساخته بودیم. تو فریم چند بودیم اون انیمیت هم میام تو فریم 4 اینو مثلا میگم همین 1، برمیگم تو فریم 1 این رو میگم که 0. خب یعنی الان به همون میزان که این داره اسکیل میشه وی هم به همون میزان داره باش رشد میکنه. خب حالا من میام تو فریم اول و اینجا نتیجه رو ببینیم. خب من اکسیس هم خاموش در واقع اتریبیوت ویژوالایز هم خاموش بکنم، میبینید داره کامل وجود میاد. منتها نکته اینجاست که اگر من الان بیام توی پاپ نتم یه بار یه پلی انجام یه استپینگی داره اینجا وجود میاد. خب این استپینگ رو من میتونم دوباره فیکسش بکنم. چجوری؟ میام در واقع پاپ سورس رو انتخاب میکنم، میام توی جیتر برست ریت هم این الان مودش روی پازیتیوه، اینترپولیشن سورسش رو میذارم روی فوروارد باشه، مچ توپولوژیش هم در واقع اینترپولیشن متدش هم میذارم روی مچ توپولوژی.
یه بار دیگه یه نگاه بهش میدم، میبینید از بین رفت، اون استپینگ اینجا از بین رفت. خیلی ساده. برمیگردم عقب، یه بار دیگه نتیجه رو ببینیم، یه خورده میریم عقب‌تر، یه بار دیگه نتیجه رو ببینیم، کاملا از بین رفت. خب حالا باحالیش اینجاست که اگر من برگم این انیمیت من کجا بود، اینجا، دوباره بیام توی در واقع انیمیشن ادیتورم، اچ رو بزنم، این نودم رو انتخاب بکنم، بذارید اینو هایلایتش بکنم، این نودم رو انتخاب بکنم، مثلا این رو بذارم روی در واقع فریم 2 حتی که سریعتر جنریت بشه و برگردم بیام اینجا انیمیت وی رو هم بذارم اینجا، این رو هم در واقع همان کار رو باشه انجام بدیم. این رو هم بیام بگم که 2، خب تاثیرم بالاتر میشه دیگه طبیعتا، خیلی سریعتر در واقع وجود داره. ضمن اینکه حالا بعدا ریتایمش هم میتونیم بکنیم دیگه، میبینید خیلی باحال. من حتی میتونم در واقع دوباره برگردم هر موقعی که دلم خواست دیگه، من میتونم برگردم بیام توی پاپ نتم، بیام اینجا لایف اکسپکتنسیم رو مثلا بگم یه همچین چیزی، آره این بالاتره، یه مقدارم بیام اینجا، البته حالا دید دیگه ملموس نبود اون استپینگه، حالا اگر استپینگه یه وقتی اذیت کننده بود مثلا اینو میتونم بگم 3:3 به این صورت دیگه، هیچ گونه استپینگی نداریم. بیام اینجا یه در واقع فیلیپ بوک ازش بگیرم به این صورت، نتیجه شو ببینیم. حتی برم یه خود جلوتر، اینو بذارم من استاپش کنم، یه خود بیام جلوتر که بهتر مشخص باشه. یه مقدار به نظر من اینا وریشنش خوبه که مقداری اینا رو اینجوری با این کروه، با این گرافه در واقع میتونم در واقع کنترل بکنم. یه همچین اتفاقی یه بار دیگه ببینیم. کاملا به نیاز خودتون. حالا این خیلی به نظرم کوچیک شد، یه مقداری اینو بزرگترش میکنم. آره یه مقداری اینجوری، آره که این وریشن میبینید اینا بعضیشون کوچیک‌ترن بعضیشون بزرگترن. حتی میتونم دوباره برگردم توی اینجا، این رو مثلا بگم تقسیم بر 2، آره همین جوری هی برمیگم توی کش میکنیم تا به نتیجه دلخواهمون برسیم. به این صورت به همین سادگی. البته به نظر من که حال ساده بود. امیدوارم که لذت برده باشید. با ویدئوی بعدی در خدمت شما هستم.